هایی داریم که زنها شوهرها را نرخر میگویند، شوهرها را بی‌ذات میگویند، شوهرها را شرمنده میگویند، شوهرها را حتی جوانی به من زنگ زد، او چند بار است که پیش راه زن من میگیرم اصلا از کنتی گفتن بس نمیتونم. مادری عزیز کجا میره تو؟ کدام راه را انتخاب کردی؟ امروز مادرایی داریم که فرزندی که با تمام درد و سوز او را به دنیا آوردی، تولد کردی، چقدر عذابها کشیدی در تولد او، در برداشتن او، در پرورش او. امروز 3 سال بچه به جای رسیده است، مادر در دهنت فلان کنه میگه بچه را یا دختره، تو از او چی آداب میگیری؟ از او تو حرمت میگیری؟